خب فرهاد جان، اول می گفتید که اکسپدیسیای کوهنوردی شما کی صورت گرفت و چند نفر در این اکسپدیسیا شرکت داشتند؟ بله درست است. اکسپدیسیایی که ما با این قلعه بلندترین اروپا و که به نام البروس هست و مشهور است در جهان، روز 28 ایول سر شد و روز 5 آگوست تمام شد، یعنی که مدت 8 روز 9 روز دوام کرد. فتح قلعه از راه نو برای شما سخت نبود، چون در گذشته این قلعه رو فتح کرده بودید از راه‌های دیگر؟ بله در حقیقت اگر که مقایسه کنیم نسبت آن دیگر دفعهایی که من با آنجا بودم و 4 مرتبه دیگر برآمدگی بودم، این راهی که ما نو با اون قلعه برآمدیم از طرف شمال برآمدیم بسیار هم دشوار بود، یا مگر خطا نمی‌کنیم و بسیار هم قوای جسمانی و قوای روحی رو زیاد طلب می‌کرد. چند نفر همراه شما بودند در این اکسپدیسیا؟ در این اکسپدیسیا همراه ما اصلا اکسپدیسیا سطح گروه کلان بود، اما در گروهی که ما با مقصد ما بود برآمدن، این گروه از 5-6 نفر عبارت بود و باز دیگر گروه ها بودند که از آلمان بودند و از دیگر چیزها بودند که همراه ما برآمدن، یعنی که سطح اکسپدیسیا رو پر کردن. شما با گروه روسیه بودید یا کشورهای دیگر؟ بله اصلا گروهی که من با اون روی خط گرفتم و ما در یک گروه افتیدیم و مقصد ما برآمدن بود، این گروه روس ها بودن، یعنی که همین کوهنوردان روس بودن هستن. و گفتید که کوهنوردی از راه نو، یعنی فتح قلعه از راه سخت‌تر، فتح قلعه البروس مشکلی زیاد داشت. کسی در جریان این اکسپدیسیا آسیب ندیده است؟ بله اصلا آسیب دیدم و من این رو هم حتی با چشمان خودم هم دیدم که از حسابی که هم بلند بودن، هم مشکل بودن و هم از حساب گوناگون بودن طبیعت، یعنی که هوا هر گونه می شود در هر وقت و ساعت. من دیدم دختری که کوهنورد بود با اونجا وقتی که می برآمد، یعنی که همون هوشش رفت، یعنی که در درجه رو یعنی که بیهوش شد در همون بلندی کوه. با اون شخص رو پر آوردن با پایان، اما با ما درخت کنده نمیشویم کوهنوردان و عموما رو هم بسیار هم تیار هستن، به اون خاطر تنها به پیش رفتیم و برآمدیم و با اون قلعه رسیدیم. باز هم پرچم تاجیکستان رو در قلعه البروس برافراختی یا این دفعه نه؟ بله هر وقتی که من به هر کجا که سفر میکنم، تا امروز 15 دولت جهان را علاقه دیدم و در 15 کوههای دولت جهان بودم. اما مقصد اساسی یک است که پیش از همه برلند برداشتن بیرق تاجیکستان و همچنین در این سیاحتی که در این اکسپدیسیون که ما کردیم، پیش از همه مقصد اساسی این بلند برداشتن امین بیرق تاجیکستان بود و بعد دیگر مقصدها بودند که مقصد امین شخصانی که تأثیری کردن و مبلغ گذاری کردن، بعد بهره افتخار همونا باز بعضی دیگر کارها را انجام دیدیم. و فرهاد جان، شما باری پنجم بود که البروس را فتح میکنید. آیا در برنامه‌تان برای فتح قلعه بلندترین جهان، یعنی قلعه جومولونگ یا اورست، پیشرفته هست؟ در اصل گیریم اگر برای تیاری آمادگی خودی من علاقه هست، یعنی که من حس کرده شدم که بسیار هم روز به روز آماده شده هستم، روز به روز بسیار هم خودم رو خوب حس کرده شدم، یعنی که با اون مشکلی که در آینده من میخوام که با این کوه روم، این کوه بسیار هم فایده رو جسمانی، روحان، علمی رو طلب میکنن، باید که هر یک کوهنورد تیار باشد. از اون جمله من تیار شده شدم، من این رو خودم حس کرده شدم. نسبت گیریم اگر دستگیری گیریم اگر فکر میکنم که میشود، نه که وقتی پیش فکر میکردن که از طرف دولت میشود، نه که روز به روز دیگر چی رو حس کرده شدم که شاید که از طرف همین شخصانی که در دولت خارجی هستند و تاجیک هستند و سوئیسپورا هستند، شاید که همونا دستگیری کنن، بخاطر که همونا بسیار هم حاضر دستگیری کرده شدن، بسیار هم فکر و ملاحظه های ما رو شنیده شدن برای آینده، برای سفرهای من، برای مسافرهای من. تشکر فرهاد جان برای صحبت. سلامت باشه. تشکر. تشکر. سلامت.